ابو جهل لعنت الله علیه گفت من یک بسیار فکر عجایب دارم. ابلیس خیلی خرسان شد و گفت نعم الرأی، این بهترین فکر است، همین فکر رو من تأیید میکنم. از ابلیس هم دیده وسوسه ها و فکرهای شیطانی لعین دارند که بر مقابل حق آنها چیکار میکنند؟ شب و روز فکر میکنند و پیش راه حقیقت رو گرفتن میخوانند. روز مشرکین قریش در مجلسگاه خود در دارالندوه جمع شدند. میدانید برای چی؟ تا اینکه در حق پیامبر صلی الله علیه و سلم مشورت کنند، زیرا اینکه دعوت پیامبر صلی الله علیه و سلم روز تا روز پهن گشته ایستاده است. حتی خارج از مکه در مدینه منوره نفرهای پیدا شدند که دین پیامبر صلی الله علیه و سلم یعنی دین مبین اسلام رو قبول کرده ایستادند. و در بعض روایت ها آمده است که خود ابلیس در آن مجلس به شکل یک پیرمرد آمده حاضر شده است. البته بعضی از اهل علم گفتند که روایت آمدن ابلیس ضعیف است، ولی در بعض روایت ها آمده است که خود ابلیس، خود شیطان در شکل یک پیرمرد در آنجا حاضر شده است. آنها مشورت کردند. یکی از آنها گفت که بیایید محمد رو در یک جا، در یک محبس دست و پایش را بسته میگذاریم تا اینکه پیش راه دعوتش را بگیریم. ابلیس گفت نه، این فکر نمی شود. اصحاب او را جستجو میکنند و در نهایت مییابند و او را از محبسش آزاد میکنند. و یکی از آنها گفت بیایید او را، این خیلی باشد، از مکه پیش میکنیم، بیرون میکنیم. ابلیس در حال گفت نه، نمی شود. وقتی او بیرون از مکه می شود، آداب و اخلاق و زبان خیلی شیرین دارد. مردم در گرد و اطراف او جمع می شوند و از خارج مکه برای خود پیروان زیاد پیدا می کند. سپس باز به مکه می بیاید و شما را از مکه خارج می کند. این لحظه بود که ابو جهل لعنت الله علیه گفت من یک بسیار فکر عجایب دارم، بیایید او را میکشیم و طرز کشتنش از هر یک قبیله یک جوان پرقوت را میگیریم و به دست او شمشیر میدهیم و تمام آن جوان ها میبیایند با یک زدن همه یک باره یک ضربه میزنند با شمشیر و او را میکشند و خون محمد بر تمام اهل قبیله های مکه پهن می شود و خویش و تبار او قصاص گرفته نمی توانند و بر مقابل تمام اهل مکه هیچ وقت برآمده نمی توانند. این لحظه بود که ابلیس خیلی خرسان شد و گفت نعم الرأی، این بهترین فکر است، همین فکر رو من تأیید میکنم. ببینید ابلیس، حتی ابلیس یگان فکر نداشت که تا اینکه محمد صلی الله علیه و سلم رو پیش راه دعوتشان رو گیرد یا از بین ببرد. اما انسان های هستند که از ابلیس هم دیده بدتر هستند. از ابلیس هم دیده وسوسه ها و فکرهای شیطانی لعین دارند که بر مقابل حق آنها چیکار میکنند؟ شب و روز فکر میکنند و پیش راه حقیقت رو گرفتن میخواهند. سپس الله تعالی جبرائیل علیه السلام را در حال امر کرد تا اینکه به پیامبر صلی الله علیه و سلم خبر دهد که آنها مکر و حیله کرده ایستادند و نیتی به قتل رسانیدن پیامبر صلی الله علیه و سلم را دارند. پیامبر صلی الله علیه و سلم همان شب از خانه خود برآمدند و به سوی مدینه هجرت کردند همراه ابوبکر صدیق رضی الله عنه و در جایگاه خود علی رضی الله عنه، آن جوان فداکاری که جان خود را به پیامبر صلی الله علیه و سلم و در راه دین الله و دین حق دریغ نشمارید، در جایگاه پیامبر صلی الله علیه و سلم همون شب خوابید. سپس الله تعالی آیت نازل کرد و گفت و اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک و یمکرون و یمکر الله والله خیر الماکرین. یعنی الله میگوید ای پیامبر صلی الله علیه و سلم،
آگاه باشد و به یاد بیارید که آنها مکر و حیله کردند، مشورت کردند تا اینکه شما را حبس کنند یا شما را به قتل برسانند یا شما را از مکه پیش کنند و بیرون کنند. آنها مکر و دسیسه می کنند و الله تعالی مکر آنها را بر خودشان میزند و الله تعالی مکر آنها را بیکار میکند. بله، الله تعالی پیامبر صلی الله علیه و سلم را حفظ کرد. امروز هم باشد همین خیل شیطان های انسی وجود دارند. این ماه مبارک البته شیطان های جنی الله تعالی آنها را زنجیربند کرده است، اما میبینی که شب و روز هر لحظه شیطان های انسی مثل آن شیطان هایی که در دوران پیامبر صلی الله علیه و سلم بودند امروز هم شب و روز با و شما را چیکار میکنند؟ وسوسه میکنند. و امروز هم باشد دشمنان اسلام چنانه که در دوران پیامبر صلی الله علیه و سلم بر ضد پیامبر صلی الله علیه و سلم و بر ضد مقابل اسلام مبارزه می‌بردند، امروز هم آنها هستند و امروز هم مبارزه برده ایستادند. همیشه و هر لحظه در فکری از بین بردن میراثبران پیامبر صلی الله علیه و سلم، از بین بردن دین مبین اسلام و از بین بردن تعلیمات رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. و در این ماه مبارک رمضان چقدر امروز شیطان‌های انسی بسیار هستند. همین تلفنی که در دست داره می شود که از شیطان لعین بدتر شما را وسوسه کند. امروز آن فیلم هایی که در یوتیوب و در تلویزیون ها پهن میکنند در ماه مبارک رمضان می شود که از شیطان جنی بدتر شما را وسوسه کند و شما را گمراه تر کند. امروز شیطان جنی خیلی کارش آسان و سبک شده است، زیرا اینکه یاردمچی های خیلی زیاد دارد. بله، امروز وقت شما را ضایع میکند، رمضان شما را بیکاره میکند، روزه ما و شما را بیکاره میکند. و امروز جوانها و طفلا و کودک هایی که در خانه هستند حتی شرط نیست که از خانه بیرون برآیند، در خانه در جیب هایشان در کیسه هایشان شیطان های انسی وجود دارند که هر لحظه آنها را وسوسه میکنند و آنها را گمراه میکنند. و از این آیت و از این قصه باز یک عبرت دیگر میگیریم که البته دشمن همیشه بر مقابل حق جمع میشود، اما متاسفانه خیلی متاسفانه امروز اهل حق بر مقابل اهل باطل جمع نمی شود. امروز میبینی که جوانها خیلی تفریقه و اختلاف و بین هم نزاع میکنند. یک گروه ببینید، انصافانه ببینید که چقدر چیزهایی هست که ما و شما رو متحد کنند. آیا پروردگار ما یگانه الله نیست؟ آیا دین مبین ما و شما همه اسلام نیست؟ آیا پیامبر ما و شما محمد صلی الله علیه و سلم نیستند؟ آیا کتاب ما و شما قرآن نیست؟ آیا قبله ما و شما کعبه بیت الله نیست؟ همه همین ما و شما را متحد می سازند. اما متاسفانه امروز جوانها در بعض مسئله ها بین هم اختلاف میکنند و جداگی میکنند، در حالی که اهل باطل بر مقابل ما و شما همه اختلاف های خود را یکسو و یک طرف گذاشته بر مقابل ما و شما متحد شده ایستاده است. امروز ما و شما سزاوارتر هستیم که متحد شویم. امروز ما و شما سزاوارتر هستیم که آن اختلاف های فقهی است، آن اختلاف هایی که فرعی است و بر عقیده ما و شما یگان ذره دخالت نمی کند، ما و شما چیکار کنیم؟ متحد شویم. بعضی نفرها هستند که شب و روز طعنه بر اهل حق میکنند، شب و روز از نام اسلام، از نام عقیده صحیح و با نام عقیده که تو را نجات میدهد و در راه حق هستند گویا امروز دعوت به اختلاف میکنند و هر دعوتگری که در راه حق میبراید ضد او سنگ پرتایی میکنند، ضد او دشنام ها و تکفیر میکنند. بنابراین دوستان عزیز، برادران عزیز، این ماه مبارک ما و شما را با تراویح خود و با تلاوت قرآن و با همه عبادت هایی که روزه‌ای که دست جمعانه می‌داریم و نماز تراویحی که دست جمعانه می‌خونیم، نماز ویتری که حتی بیرون از رمضان هر یک انسان به طاقگی می‌خواند، در ماه مبارک رمضان حتی در نماز ویتر هم ما و شما دست جمعانه با جماعت خوانده با جماعت چیکار میکنیم؟ دعای قنوت را میخوانیم،
و دست جمعانه دعا میکنیم. ما و شما رو دعوت به متحدی میکنم. امروز زمان آمده است که اهل حق و سوی حق برگشته متحد شوند. الله تعالی را دعا کنیم که هر یک جوان را امروز آگاه کنند، هر یک جوان را الله تعالی در راه حق و در راه صراط المستقیم استوار و متحد بسازد. همچنین از این آیت کریمه و از این قصه مبارکه ما و شما باز یک عبرت دیگر میگیریم که نفری که امروز در راه حقیقت است، نفری که امروز استوار در راه الله تعالی است، الله تعالی حتما او را حفظ میکنه. ببینید پیامبر صلی الله علیه و سلم را الله تعالی چقدر حفظ کرد و همچنین علی رضی الله عنه را ببینید در راه حق جان خود را دریغ نداشتند. امروز ما و شما هم به دین حق و به سوی الله خالصانه باید برگردیم و استوار باشیم. وقتی ما و شما حقیقتا به الله تعالی توکل میکنیم، حتما الله تعالی ما و شما رو نگاه میداره. اما انسانی که هر لحظه شبهه میکند، اما انسانی که به الله تعالی یقین ندارد، انسانی که به نصرت الله و به پیروزی الله تعالی یقین ندارد و هر لحظه شکاکی و شبهه میکند، الله تعالی او را به حالش میگذارد. پیامبر صلی الله علیه و سلم از بین تمام همون جوانهایی که جمع شده بودند تا اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم را بکشند، به قتل رسانند، الله تعالی آنها را چیکار کرد؟ به چشمانشان خواب زد و پیامبر صلی الله علیه و سلم از بین آنها برآمده رفتند. امروز جوانی که در راه حق است و یقینا به الله تعالی توکل میکنند، الله تعالی او را حفظ میکند. شرط نیست که انسان تا اینکه الله تعالی او را حفظ کند، شرط نیست که پیامبر باشد یا یک صحابه بزرگ باشد. انسان با ایمان خود و با یقین خود معیت الله و حفظ و حمایه الله تعالی را احساس میکنند. و در این ماه اجابت دعا، ماه شریف رمضان مبارک، دعا میکنیم که الله تعالی هر یک جوان را در حفظ و حمایه خودش بگیرد و الله تعالی هر یک جوان را در راه صراط المستقیم، در راه حق استوار و ایمانش را قوی بگرداند و الله تعالی عبادت های پرنقصان ما و شما را در این ماه مبارک الله تعالی به درگاه بینیاز خود قبول بفرماید. تا نوار آینده الله نگهبانتان باشد.